آینده شبکه اینجاست. مهاجرت از شبکه سنتی به شبکه مدرن SDN. سلام دوستان، به کانال تکستان پلاس خوش اومدین. در این ویدیو میخوایم از دنیای قدیمی و پیچیده شبکه‌های سنتی وارد دنیای هوشمند و مدرن SDN بشیم. تغییری که نگاه ما به مدیریت شبکه را برای همیشه عوض میکنه. اینجا خیلی ساده توضیح میدیم چرا شبکه‌های سنتی دیگر جوابگوی نیازهای امروز نیستند. SDN چطور با جداسازی کنترل پلین و دیتا پلین همه چیز را بهتر میکنه و مزایای واقعی SDN در مدیریت عیبیابی و انعطاف پذیری چیست و این که برای مهاجرت به SDN باید به چه نکاتی توجه کنیم. پس اگر به دنبال مدرن سازی زیرساخت شبکه سازمان خود یا یادگیری معماری‌های پیشرفته هستین، این ویدیو را از دست ندهید. شبکه سنتی چطور کار میکند؟ در شبکه سنتی هر دستگاه شبکه مانند سوئیچ ها و روترها مغز مخصوص خود را دارد که کنترل پلین نامیده می شود و تصمیم می گیرد که داده ها چگونه مدیریت شوند. این شبیه تیمی است که هر بازیکن بدون داشتن استراتژی مرکزی خودش تصمیم می گیرد چه کاری را انجام دهد. و همچنین بررسی میکنیم که چرا شبکه‌های سنتی در تصمیم گیری، مدیریت ترافیک و هماهنگی بین تجهیزات با مشکل روبرو هستند. یک، تصمیم گیری مستقل هر دستگاه، یعنی هر روتر و سویچ مسیر خود را تعیین میکند و هماهنگی مرکزی وجود ندارد. دو، عدم هماهنگی و پراکندگی کنترل. تصمیمات شبکی یک پارچه نیست و هر بخش جداگانه عمل میکند. سه، مشکل در واکنش به شرایط متغیر. افزایش ترافیک یا وقوع اختلال واکنش شبکه را سخت و کند میکند. 4. سختی مدیریت شبکه. مدیر شبکه مجبور است با مغزهای مستقل و تصمیمات پراکنده مقابله کند و این کار زمانبر و دشوار است. نتیجه این مشکلات شبکه سنتی باعث میشه که یک، ناکارآمدی در مقیاس پذیری. شبکه سنتی نمیتواند با افزایش ترافیک به صورت پویا عمل کند. دو، تنظیمات دستی و تکراری. مدیر شبکه باید همیشه تنظیمات را اصلاح و هماهنگ کند، زیرا خود شبکه قادر به تصمیم گیری پویا نیست. بنابراین در شبکه‌های سنتی چون هر دستگاه مغز مستقل دارد، تصمیم گیری کند، مدیریت پیچیده و واکنش به شرایط پویا تقریبا غیر ممکن است. حالا که دیدیم شبکه‌های سنتی چه چالش‌هایی ایجاد می‌کنند، بیاییم ببینیم معماری SDN چگونه با یک رویکرد متمرکز و هوشمندانه این مشکلات را برطرف می‌کند. SDN با جدا کردن کنترل پلین از تجهیزات شبکه و متمرکز کردن تصمیم گیری در یک کنترلر مرکزی مدیریت شبکه را ساده‌تر، هوشمندتر و کارآمدتر می‌کند. کاربران یا دستگاه‌هایی که از شبکه استفاده می‌کنند، کنترل پلین از روترها و سوئیچ‌ها به کنترل مرکزی انتقال داده می‌شود. مغز نماد کنترل SDN است و تصمیم گیری متمرکز شده و کنترل جایگزین کنترل مستقل دستگاه‌ها می‌شود. و در نهایت مدیر شبکه SDN است که مدیریت شبکه را ساده‌تر و از یک نقطه می‌توان کل شبکه را مدیریت کرد. SDN با جدا کردن کنترل پلین از تجهیزات شبکه و متمرکز کردن تصمیم گیری در یک کنترلر مرکزی مدیریت شبکه را ساده‌تر و هوشمندتر می‌کند. وقتی فهمیدیم SDN چگونه مدیریت شبکه را ساده می‌کند، سوال بعدی این هست: چطور به SDN مهاجرت کنیم؟ در اسلاید بعدی مراحل آن را می‌بینیم. فرایند مهاجرت از شبکه سنتی به شبکه SDN در 3 مرحله انجام می‌شود. یک، مرحله اول تحلیل و بررسی وضعیت موجود. دو، تصمیم گیری از بین گزینه‌ها با ارزیابی شرایط یکی انتخاب می شود. سه، پیاده سازی ساختار. به صورت یک ساختار مشخص پیاده سازی می شود. حالا که مراحل مهاجرت از شبکه سنتی به SDN را دیدیم،
در مرحله بعدی به یکی از مهمترین اصول این معماری یعنی تفکیک کنترل پلین از دیتا پلین میپردازیم. در اینجا کنترل پلین با دیتا پلین هر دستگاه ارتباط برقرار میکنه و تصمیمات لازم را به آنها ارسال میکند. تجهیزات شبکه مانند سویچ ها و روترها که کنترل پلین روی آنها قرار دارد، اجرای تصمیم ها شامل عبور بسته های دیتا، مسیریابی، فوروارد کردن اطلاعات را بر اساس دستوراتی که از کنترلر میرسد انجام میدهند و این جداسازی سبب میشه که تصمیم گیری یک پارچه، خطاها کشف و رفع بشه. 2. شبکه پایدار، عملکرد بهینه، تصمیم گیری صحیح و در نهایت ترافیک شبکه مدیریت بشه. و در نهایت مزایای جداسازی دیتا پلین از کنترل پلین منجر به مدیریت متمرکز، تصمیم گیری هوشمندانه و عملکرد بهینه شبکه می شود. اگر مفاهیم فنی سخت به نظر می رسند نگران نباشین. در اسلاید بعدی با یک مثال فوتبالی می بینیم SDN دقیقاً چه تغییری در شبکه ایجاد می کند. در شبکه‌های سنتی هر دستگاه، روتر یا سویچ هم کنترل پلین دارد و هم دیتا پلین. مثل این هست که هر بازیکن خودش تصمیم میگیرد چطور بازی کند. هر بازیکن نقش و استراتژی مشخص خود را دارد. اطلاعات و تصمیم گیری پراکنده است و هماهنگی تیم کمتر است. در نتیجه بازیکنان یا همون سویچ ها و روترها هنگام دریافت توپ مستقل تصمیم میگیرند که اون را به کجا بفرستند. اما در SDN کنترل پلین از تجهیزات جدا شده و در یک کنترلر مرکزی قرار میگیرد. در این مدل یعنی بازیکنان دیگر خودشون تصمیم نمیگیرند. مربی به همه بازیکنان یک استراتژی واحد و هماهنگ میدهد. بازیکنان فقط دستور مربی را اجرا میکنند. فورواردینگ ساده و سریع، هماهنگی بین تیم بسیار بیشتر است. بنابراین در شبکه SDN تصمیم گیری یک پارچه و شبکه پایدار است. اما در اسلاید بعدی قرار است پیچیدگی شبکه‌های قدیمی و سادگی فوق‌العاده شبکه‌های SDN را بررسی کنیم. پیچیدگی در شبکه سنتی و سادگی در شبکه‌های SDN. یکی از مشکلاتش شبکه‌های سنتی این هست که اگر بخوایم برنامه‌ریزی یا همون برنامه‌های شبکه را بخوایم به روز رسانی کنیم، چون کنترل پلین و دیتا پلین روی هر دستگاه سویچ ها و روتر هاست باید انجام شود، این کار زمانبر و احتمال خطا زیاد است. و اما در SDN این مشکل حل می شود، زیرا تنها با صحبت کردن با مربی یا همون کنترلر می توان صفحه کنترل همه دستگاه را به طور یکجا تحت تاثیر قرار داد. بدین ترتیب سیاست‌های مسیریابی و اولویت بندی بسته‌های داده به صورت پویا توسط کنترل پلین مرکزی مدیریت شده و همه چیز در لحظه اجرا می شود. حالا یک قدم جلوتر می رویم و بررسی می کنیم این معماری با استفاده از پروتکل‌های مثل اوپن فلو چگونه کنترل کامل، انعطاف پذیری و هوشمندی را برای شبکه فراهم می کند. در مدل SDN با جدا شدن کنترل پلین از دیتا پلین و استفاده از پروتکل‌های مثل اوپن فلو، شبکه انعطاف پذیر، قابل مدیریت و بسیار کارآمدتر می شود. یک
کنترلر شبکه یا SDN کنترلر مثل مغز شبکه عمل می کند. تمام تصمیم گیری ها، مدیریت مسیرها و تعیین سیاست ها توسط او انجام می شود. در واقع کنترلر دقیقاً مثل مربی تیم است که استراتژی های بازی را تعیین و هدایت می کند. و سویچ ها و روترها دیتا پلین هستند. تجهیزات شبکه فقط وظیفه دارند بسته ها را طبق قوانینی که کنترلر میدهد فوروارد کنند، یعنی دیگر تصمیم نمیگیرند و فقط اجرا میکنند. اما ارتباط بین مربی و بازیکن چگونه برقرار می شود؟ اینجاست که اوپن فلو وارد کار می شود. اوپن فلو زبان ارتباطی کنترلر با سویچات و به دستگاه می گوید این بسته ها را از کجا بگیر و به کجا بفرست. استفاده از اوپن فلو مزایای زیادی دارد، از جمله بروز رسانی سریع و خودکار. پیکربندی شبکه‌ها می‌تواند در لحظه تغییر کند. عیبیابی و کنترل ساده. شبکه به راحتی بررسی، مدیریت و تعمیر می‌شود. انعطاف پذیری و کنترل از راه دور. همه چیز از طریق نرم افزار و حتی از فاصله دور قابل مدیریت است. شبکه سازی مجازی. شبکه‌ها به شکل کاملا نرم افزاری و یکپارچه قابل ایجاد و کنترل هستند. خب حالا که فهمیدیم، این اسلاید به یک جادوی کلیدی در شبکه سازی مدرن اشاره می کند و نشون میده که چگونه با ترکیب 3 محور اصلی مجازی سازی شبکه، معماری SDN و رعایت استانداردهای صنعتی میتوان به یک زیرساخت شبکه هوشمند و کارآمد رسید. مجازی سازی شبکه یعنی رها شدن از قید سخت افزار. تصور کنید به جای خریدن یک دستگاه گران قیمت برای هر سرویس، یکی برای فایروال، یکی برای لود بالانسینگ، همه اینها رو به صورت نرم افزار ایجاد میکنیم. منابع شبکه رو هر طور که میخوایم تقسیم میکنیم، مثل یک خمیر بازی. این کار باعث میشه شبکه ما فوق‌العاده منعطف و بهینه بشه. این بخش از زیرساخت انعطاف پذیر و مدیریت ساده را فراهم میکنه. 2. استفاده از SDN برای ایجاد سرویس های جدید. با معماری SDN کنترل شبکه از طریق نرم افزار انجام می شود و می توان سرویس ها را به سرعت با دقت بالا پیاده سازی کرد. 3. شناخت و پیاده سازی اکوسیستم SDN. برای اینکه واقعا از SDN بهترین بهره را ببریم، باید اکوسیستم را بشناسیم. کنترل های SDN، برنامه‌های کاربردیش، پروتکل ها و نحوه ارتباط بین همه اینها. و این شناخت کمک میکنه بهترین معماری را برای سازمان انتخاب کنیم. 4. پیاده سازی عملی SDN. اینجا وارد فاز عملیاتی میشویم. شبکه را کانفیگ میکنیم، کنترلر نصب میکنیم و تجهیزات با استفاده از پروتکل های استاندارد بهش متصل میشن. از این مرحله شبکه رسما نرم افزار محور میشه. حالا بعد سوم در واقع فرآیندسازی رعایت استانداردهای صنعتیه. تا اینجا همه چیز خوب، اما بدون رعایت استانداردهای جهانی شبکه پایدار و امن نخواهد بود. استانداردها باعث میشن امنیت بالا بره، سازگاری حفظ بشه و تجهیزات برندهای مختلف بدون مشکل کنار هم کار کنن. و در نهایت وقتی مجازی سازی، انعطاف پذیری با کنترل هوشمند SDN ترکیب میشه و استانداردهای صنعتی هم رعایت میشه، ما به یک زیرساخت نهایی end to end میرسیم. پس شبکه‌ای داریم که خودکار، سازگار و بسیار کارآمد است و اینجا همون جایی است که مدیریت شبکه آسان می شود و سخت افزار و نرم افزار بدون مشکل با هم سازگاری دارند. حالا که فهمیدیم SDN چگونه شبکه را انعطاف پذیر کارآمد می کند، باید بدانیم
کنترلر استین چطور با برنامه و تجهیزات شبکه ارتباط برقرار می کند؟ اینجاست که API های نورس باند و سوس باند وارد بازی میشن. این مثل پل های ارتباطی هستند. API های نورس باند اجازه میدهند کنترلر با برنامه ها و نرم افزارهای شبکه ارتباط داشته باشد و سوس باندها و API های سوس باند امکان تعامل کنترلر با تجهیزات شبکه مثل سویچ ها و روترها را فراهم می کند. می توانیم این را با فوتبال تشبیه کنیم، درست مثل اینکه مربی هم با بازیکنهای تیم در ارتباط است و هم با زمین بازی تا همه چیز طبق برنامه و هماهنگ پیش رود. وقت آن رسیده است ببینیم این فناوری در دنیای واقعی چگونه زندگی شبکه‌ها را ساده‌تر و هوشمندتر می‌کند. در این اسلاید می‌بینیم که SDN یا شبکه نرم افزار محور چطور در دنیای واقعی به ما کمک می‌کند. اول از همه SDN مدیریت شبکه‌ها را خیلی ساده می‌کند، مثل یک لایه هوشمند که مشخص می‌کنه هر سرویس چطور و از چه سرویسی ارائه بشه. دوم، خودکارسازی شبکه است یا همون اتوماسیون، یعنی خیلی از کارهایی که قبلا دستی انجام میشد حالا به صورت خودکار و دقیق انجام میشه. سوم، تأمین شبکه در مقیاس جهانی. SDN کمک میکند شبکه‌های بزرگ حتی در کشورهای مختلف یکپارچه و هماهنگ مدیریت شوند. چهارم، طراحی استراتژی شبکه است، یعنی می توانیم شبکه را دقیقاً بر اساس نیازهای واقعی تنظیم و برنامه‌ریزی کنیم. و آخرین مرحله بخش تحلیل و ارزیابی عمل کرده که SDN مدام شبکه را زیر نظر میگیره تا بفهمه کجا باید سرعت، کیفیت یا پایداری را بهتر بکنه و در نهایت SDN شبکه را از یک سیستم سخت و پیچیده به یک شبکه هوشمند و قابل برنامه‌ریزی تبدیل میکنه. این یعنی سرعت بیشتر، مدیریت ساده‌تر و انعطاف پذیری فوق‌العاده. حالا که دیدیم SDN چگونه شبکه را هوشمند، خودکار و قابل مدیریت می‌کند، بیایید نگاهی دقیق‌تر به چالش‌ها و مهارت‌های عملی مورد نیاز برای پیاده‌سازی موفق آن داشته باشیم. این اسلاید یک مقایسه بصری بین چالش‌های اصلی در شبکه‌های نرم افزار محور SDN و آگاهی‌ها و مهارت‌های عملی مورد نیاز برای مدیریت آنهاست. انیمیشن‌های سمت چپ چالش‌های SDN را نشون میدن و انیمیشن‌های سمت راست روش‌های مقابله مؤثر با این چالش‌ها را. چالش‌های احتمالی، موانع و سختی‌های اولیه در پیاده‌سازی SDN نیازمند آمادگی برای مقابله با مشکلات و پیچیدگی‌های عملی است. چالش دوم چالش مقیاس پذیریه. باید برای رشد شبکه، افزایش ترافیک و دستگاه‌ها برنامه‌ریزی شود. چالش سوم مسائل امنیتی که تأکید میکنه که شبکه نیاز به ایمنسازی لایه کنترل و داده در SDN هست. و آخرین چالش آگاهی عملی و تحلیل درست. شناخت دقیق این چالش‌ها پایه تصمیم گیری و طراحی درست SDN است. حالا روش‌های مؤثر با این چالش‌ها: یک، محیط اجرای واقعی. این اشاره دارد که این چالش‌ها در محیط واقعی شبکه باید مدیریت شوند، مثل زمین بازی. دو، تیم اجرایی و ذی‌نفعان. مدیریت SDN نیازمند هماهنگی تیم مهندسی و تصمیم گیران است. سه
ثبات و واکنش مناسب، ضرورت حفظ پایداری شبکه هنگام مواجهه با مشکلات امنیتی و مقیاس پذیری. 4. پیاده‌سازی موفق. پیاده‌سازی موفق SDN از طریق شناخت چالش‌ها و برنامه‌ریزی درست. بنابراین با شناخت مشکلات در پیاده‌سازی SDN به درک عملی و عملکرد موفق می‌رسیم، مانند پیشبینی موانعی که ممکن است در جریان بازی با اون مواجه شویم. خب دوستان، تا اینجا با هم سفر کردیم از شبکه‌های سنتی و پیچیدگی‌اش تا دنیای مدرن و هوشمند SDN. مرسی که تا آخر ویدیو را با من همراه بودین. اگر براتون مفید بود لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما ویدیوهای بعدی ما درباره معماری SDN، ویژگی‌های SDN و امنیت SDN را از دست ندین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.